بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان گرامی، من نامدار هستم. امروز رو در خدمتتون. امروز رو میخوام در مورد مبحث ترکینگ با هم دیگه صحبت کنیم. فرضاً شما در نظر بگیرید من اینجا یک نوری رو اینجا قرار دادم. خب این لامپ همراهی که طرف دستش رو حرکت میده حرکت میکنه. پس من باید با فرضاً یه سری کی فریم هایی بیام پوزیشن این نور رو که اینجا قرار دادم و حرکت بدم. فرضاً من وقتی که لامپ میاد این قسمت میاد این طرف، من میام پوزیشن اون لایتر رو هم بیارم اینجا، همینجوری بیام تا نهایتاً کار دنبال بشه. به جای این کار من میتونم اینو ترکینگ کنم، خود این لامپ رو، و ترکینگ میاد به من یه دونه پوینت میده، یه پوینت رو برام ترک میکنه و نهایتا میتونم اون لایت رو به اون نقطه اتچ کنم تا همراه اون نقطه لایت هم حرکت کنه و بهش میگن ترکینگ. حالا توی کار انشاءالله کاملا متوجه میشید. نگاه کنید، من این فوتیج هم هست، اینو میارم روی یه کامپ جدید و اون قسمتی رو که میخوام ترک کنم رو میارم. مثلا اینجا رو میخوام ترک کنم. از اینجا با پیج داون و پیج آپ میتونم دقیقاً نقطه‌اش رو تنظیم کنم. مثلا اینجا خوبه، پیج آپ مثلا اینجا خوبه. دوباره روش کلیک میکنم روی فوتیجم، میام جلو، کلیک راست میکنم و ترک موشنی که بزنید تنظیمات مربوطه توی پنل کناری میاد. این قسمت سرچ اریام هست و اینم فیچر اریا. اینو دقیقاً روی خود لامپ قرار میدم و این نقطه در واقع همون نقطه‌ایه که پوزیشن بهش اعمال میشه. اون مثلا اینجا قرار میدم. حالا یه خورده بعد شیفتش میدم به این طرف، مشکل چون الان دستش اینجا هستی، خود شیفتش میدم نهایتا به این طرف و میزنم ترک فوروارد. حالا دقت کنید میبینم که این نقطه در واقع روی کارم استیک شده و افتر افکت خودش داره اون کی فریم های مربوطه رو میسازه. اونجایی هم که مثلا ایراد به هم میزنه، فرضاً میخواید یه خورده مثلا اینجا، این الان اینجاست، پیج داونی که بزنم یه خورده ممکنه حرکت کنه، دوباره میتونم دقیقاً بیارمش اونجا و دوباره فوروارد رو بزنم. علتش هم اینه که من این قسمتی رو که یه خورده کانترستش بالاتر بود و انتخاب کردم، چون توی تنظیمات مربوط ترکینگ بحث یه قسمت داره به نام لومیننس، یعنی بر اساس لومیننس اون رو ترک میکنه. حالا به عنوان مثال یه همچین کاری رو که البته میگم زیادم نیازی نیست چون حالت لامپ داره دقیق باشه. خب اینجا الان دارم میرم به طرف این و چون داره میره به صورت، خب افتر میدونی که داخل موشن نمیتواند اینفورمیشن ها رو منتقل کنه، بنابراین من خودم باید فریم بای فریم بیام و این رو دقیقا توی محل مربوطه قرار بدم. دیگه نگاه کنید، دیگه بیشتر از اینم نمیره، دیگه بیشترش رو خودم درستش میکنم. حالا یه دونه نال آبجکت میسازم، null 8، و میام edit target null 8 انتخاب شده باشه، بعد 8 apply. اوکی. حالا نگاه کنید الان اومدم توی کامپ اصلی خودم. اگه یو رو بزنم کی فریم ها رو اینجا مشاهده میکنم با پلاس، اون مثبتی که روی کیبورد هست، میتونم برم جلو. حالا این اینجا قرار گرفته. مثلا اگه بخوام کل کی فریم ها رو یه خورده شیفت بدم، انتخاب میکنم و میارمش فرضاً اینجا. میبینم که این دقیقاً روی کارم استیک شده. حالا دقت کنید من یه دونه لایت میسازم، create a new light، ببخشید لایت که نه به دردم نمیخوره، یه دونه solid میسازم و میام از داخل افکت ها generate lens flare
و اینو روی 35 mm قرار میدم و زیر میکنم اد. حالا اینو بعضا یه خود افزایش میدم، مثلا یه خود یه کار این تیپی در بیاد. بعد اینو دقیقا روی قسمت مربوطه که باید قرار بگیره قرار میدم و نگاه کنید روی این آلت کلیک میکنم تا اکسپرشن باز بشه. بعد اینو پیک فیپ میدم به پوزیشن اون نال آبجکتی که داشتم. این در واقع الان برای من چی میگه؟ میگه شما هر موقع پوزیشن نال آبجکت مثلا این بود، پوزیشن مربوط به فلر هم این قسمت باشه. این دوتاش همیشه سیمه. هر بریم جلو این یه چیز رو میگه، اونم یه چیز، جفتش یکی. پس الان این اینجا استیک شد. حالا بی رو میزنم. الان نگاه کنید اینجا باید مثلا از اینجا شروع بشه دیگه. Alt left bracket. این اگه بزنم اینجا کلا حذف میکنم. فرضاً اینجا حتی جلوتر هم باشه بهتره. بستگی به اون حالت صورتش میشه آدم مثلا تشخیص داد. مثلا اینجا جایی که اتفاق میفته هم اینو میتونم چیز کنم هم این یکی رو. پس Alt left bracket رو که بزنم این اتفاق میفته. بعد دوباره آخرش هم دوباره اینجا که داره میره بیرون. حالا نگاه کنید آخرش اگه دقت کنید مثلا اینجا میاد، بار بعدی باید بره یه خود این طرفتر میام خود اینو تغییر میدم. یعنی انگار من خودم دارم دیگه اینو انیمیت میکنم. و اینجا هم دیگه جفتشو با هم Alt right bracket رو که بزنم دیگه حذف میشه. خب حالا اینجا N رو میزنم که بتونم این محدوده رو فقط رندر بگیرم ازش و اینم B رو اینجا هم میزنم. حالا میتونم رندر بگیرم. روی هفت فرز قرار میدم و رندرم کوینش. خب نگاه کنید مثلا یه کار این تیپی رو اونم که این دقیقا روی اون قسمت مربوطه استیک شده و خیلی راحت میشه کار رو دنبال کرد. حالا اگر مثلا میگم بخواید نور یه خوردی به این طرفتر، کلی کی فریم های مربوطه به پوزیشن رو میگیرم و او رو یه خورده شیفت میدم به این طرف. دقت کردید که حالا مثلا میگم میشه روی خود فوتج هم یه خورده کار کنیم. روی رنگ بندیش نگاه کنید اینجا خیلی راحت من میام یه دونه کالر کرکشن کرو روش میزنم. خب یه خورده شادوها رو کاهش میدم، شادوها رو مثلا هماهنگ میکنم و یه دونه هم تینت اینجا بهش میدم و اونو کم میکنم که یه خورده سچوریشن کم بشه تا حالت سینمایی در میاد. و میتونم مثلا از کالر بلندز هم استفاده کنم. فرضاً یه خورده بهش مثلا گرین رو کاهش بدم، بلو یه خورده افزایش. بعد میتونم مثلا نمیدونم گرین رو باز اینجا تغییر بدم، شادو دنسیتی همچین حالاتی رو از توش در بیارم. توی فول رز میتونم نگاش کنم دقیقا یه کار این تیپی و یه نهایتا یه رندر ازش بگیرم ببینم از توش چی در میاد. خب انشالله که این آموزش براتون مفید واقع بوده باشه. با تشکر، خدا نگهدار. یا علی.